خب دوستان عزیز، خانه فروشی در شهر زوینگورод یعنی که در طرف ایسترا برادره که دستانی همو زوینگورод هسته برادر خونه های خوب هستن، چند کامناتش آباد است، میتونه زندگی کنه. اگه هم دهقانی سیامکا کدگی 1,350,000 گفته با چخچخ میشه. برادر در سروچنا پولش در کاره پرابلم داره در وطن، یعنی که سیمش کدمش کساله با اون خودی خونه را فروختنیه که یکم که سوم نتالبا کدمش که در حقیقتا خونگیری التماس اما برادر پرابلم داره، بکار و بکار زنگ نزنه، آدمای خانه خر زنگ بزنه. خانه تیار باز میگم در طرف ایسترا شهر زوینگورод، نمیدونم 15 سوتک زمین داره، گاز آب خلاصه که دهقانی سیامکش کردگی با خطیش چخچخ کنه. از نوی بابا جان اشداش سلام بگه چکا کنه دوستان عزیز، بگیره خونه را زندگی کنه. خونه چه خونه تنج اقلا هیچ همه باشه، گاز سوید با این چی میگن درونی نه درش درنی خونه که درمادی صاحب سلامت میدرو در درنی خونه را زندگی کرده میشه و هزون چند کامناتش آباده دوستان. خالین دختگی خیلی خونه اینجا آدم ها زندگی نداره. میتونی بگیری رجیستراسیون کنی، پراپیسکا کنی، بچه‌ها بیکار لاغ نگرده، شما تا این سوس نپرده بگیری خونه و در آباد این خونه تیار زندگی که بچه در شهر زوینگورод یک حجره هوری ریمونت تاجیکیش میکنی و زندگی دوام میتینه. کوخنی پخنیش تنج پیجای با خیلی داره، چی میگم زمستونه داره، اینه کوخنی چشه گاز و چطورشون بوده. خلاصه همه این همون چیز هست دوستان عزیز، میتونه زنگ بزنیم. مردم شهر زوینگورод التماس ویدیو را پنگ کنه، لایک کنه امنه تا که همین ویدیو پنج شود کدوم خونه خر است خونه را در حقیقتا بگیره. های با چه بگم اینه این طرف میره انجام خونه، های بسیار چیز داره اینجا با همه ایت سنشون هم تیم. البته ریمون طلبه اما زندگی کرده میشه، فکر نکنید زمستون از سر چپا میشه و اون خاطر زنگ بزنه خونه را بگیره. بچه ها کدوم خونه زمین خری. خدا نگهدار، رحمت برای دقت کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.